شبکه چوپ مسکو برخی تفصیلات کشتار پرسر و صدای روز 4 ینور سال 2023 در کاوهخانه تاوم‌های گرجی با نام خینکالیا تبلیسو در شهرک میتیش ولایت مسکو را نشر کرد. با اتهام قتل آشپز گرجی در این کاوهخانه سیاره دوسایوا بازداشت شده است. بنا به اطلاع دریافته مسکوفسک کامسomolets فاجعه روز 4 ینور ساعت 16 وقتی رخ داد که در تالار کاوهخانه همگی یک مشتری خوراک میخورد. آشپز 50 ساله گرجی نوگزر در آشپزخانه قرار داشت. او از زمان آغاز کار تبلیسو در تیر ماه سال 2022 در اینجا کار میکرد. جنبازان تاجیک که 4 هفته باز در اینجا برای شستشوی ظرفها به کار گرفته شده بود نیز اون لحظه در آشپزخانه بود. به گفته همکارانش سیاره مادر تنها بوده. بعد فوت شوهر اولش خودش به تنهایی فرزند یگانه‌اش را تربیت میکرد. پسر او امسال به صنف 1 رفته بود. به گفته همکاران سیاره یک زن خوب بود و قبلا یگان بار با کسی جنجال نکرده بود. در روزهای سال نو سیاره با عقد نکاح مسلمانی شوهر نو کرده بود و همان روز کشتار همکاران او را به این مناسبت تبریک کردند. مناقشه بین سیاره و آشپز به گفته شاهدان از یک شوخی ناجای آشپز نسبت به زن تاجیک سر شد. به بالای این نوگزر با دستانش سیاره را از یک جای نرمش داشته است که این در فرهنگ مردم مسلمان از جمله تاجیک‌ها همچون تحقیر قبول می شود. سیاره در پی این آشپز را دشنامباران کرده است. او هم با لعن بد جوابش داده است. به گفته شاهدان نوگزر سر قهر بیرون رفته که سیگار بکشد ولی در او به یادش رسید که سیگارش را با خود نگرفته است. او باز به آشپزخانه برگشت و هرچند همکاران از وی خواستند که تا آرام شدن سیاره به آنجا ندرآید وی درآمد و جنجال آنها از نو علنگه گرفت و این دفعه به موکشی و لطکو پیچید. در ثبت ویدیو کامراهای نظارتی در قسمت آشپزی کاوهخانه خینکالیا تبلیسو نشر شده که پاره از این ثبت را کانال 112 دریافت و نشر کرده است. دیده می شود که یک مرد به یک زن حمله آورده او را از مویهایش میکشد و لطکوب میکند. زن از خود دفاع کردنی شده کوردی را که به دستش افتاد به دست گرفته چند بار به بدن آن مرد میزند. کارگران دیگر کاوهخانه تلاش میکنند که تا این 2 نفر را از هم جدا کنند ولی بعد لحظه مرد زخمی بر روی فرش میافتد و اسوش میرود. بعد این فریاد میکشد که یاری تاجیلی را دعوت کنید. سیاره باشد زود لباسش را پوشیده کاوهخانه را ترک کرده است. وقتی یاری تاجیلی به جای حادثه رسید نوگزر بیهوش در روی فرش خوابیده بود ولی تلاش نجات او نتیجه نداد. او به هوش نیامده جان باخت. طبیبان در بدن او چند زخم کورد را پیدا کردند. از بس که شاهدان زیاد بودند و ثبت ویدیو کامراهای نظارتی نیز جریان حادثه را ثبت کرده بود، کارمندان میلیسیا شخصیت قاتل را زود معاین کردند و الکی بعد یگان ساعت سیاره دوسایوا را در همان میتیش در نزد درآمدگاه خانه‌ای که او اجاره می نشست دستگیر کردند. یاور رهبر ریاست تفتیشات ولایت مسکو آنا ترتیچنا خبر داد که در رابطه با این کشتار پرونده جنایتی باز شده گمان بر شونده بحث پیشکی گرفته شده است. بسیاری ها بعد فهمیدن تفصیلات این کشتار از مقامات تاجیکستان به ویژه از سفارت این کشور در مسکو خواستند که سیاره دوسایوا را در این قضیه به حمایت نگذارند. به عقیده بسیاری ها این زن به خاطر حمایت از ناموسش از دست درازی آشپزی که فکر کرده است با این مهاجر زن بی حقوق هر کاری که میخواهد کند دست به کشتار زده است.